به زنا نزدیک نشوید. بله، برای ما قانون و قاعده های مقرر شده است که در جایهای کاری و یا عموما در معاشرت همه روزه آدمان عملا رعایت نمی شوند. الله سبحانه و تعالی ما را حفظ می کند با منع کردن خلوت برای ما، یعنی یک جای قرار داشتن با کسی که نامحرم است، یعنی با آن کسی که الله سبحانه و تعالی رعایت کردن حجاب را امر کرده است. الله سبحانه و تعالی برای ما حرام کرده است در تنهایی یک جای قرار داشتن با نفر جنس مقابل، حتی اگر مشورت کاری یا آنلاین هم باشد مسئله بی اهمیت نیست. اینجا راه وجود ندارد که این چیزی ناجایز را جایز گرداند. الله آن را حرام کرده است. الله خلوت را برای ما منع کرده است. منع کرده است زیرا که دو شخص جنس مقابل در خلوت یک جا قرار داشته نمیتوانند، وگرنه سوم شخص به آنها شیطان قرار میگیرد. این سخنان پیامبر ما صلی الله علیه و سلم و ما از گفتن آن شرم نمیداریم. این به خاطر محافظت ماست و ما این را با جان و دل همچون احکام الله سبحانه و تعالی قبول میکنیم. وقتی که الله سبحانه و تعالی نسبت این منع کرده ها قرار قبول میکند، وقتی که یک جای شدن و در خلوت قرار گرفتن را منع میگرداند، الله سبحانه و تعالی میداند که این تکنولوژی ها و اصول های گوناگون مشورت تا به کجا برده میرساند. آید معاشرت خود فکر کنید. وقتی که شما با همکار یا رفیق یا با کسی دیگری که الله سبحانه و تعالی و شما اجازه عائله دار شدن را داده است، وقتی شما با این شخص معاشرت را آغاز میکنید، آیا شما خود را دلپور حس میکنید اگر اطرافیان معاشرت شما را مشاهده کنند؟ یعنی وقتی که همه آن معاشرت شما را اطرافیان بینند. میدانید سبحان الله امروزها همه این خیر دسترس شده است. آیا شما خود را براحت حس میکنید؟ الله سبحانه و تعالی همه این را میبیند. الله سبحانه و تعالی میداند که این تو به کجا برده میرساند. از این رو الله سبحانه و تعالی میفرماید ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید. اکثرا وقتی که ما این رو میشنویم، ما عادتا در نظر نزدیک شوی جسمانی را گمان میکنیم که همش از نزدیک شوی جسمانی آغاز مییابد، ولی اکثر وقت همش منبع خود را از نزدیک شوی احساساتی پیدا میکند. این عادتا خیانت احساسی همسرتان است. چنان است که شما به نفر بیرونی نزدیک شدن را آغاز میکنید و همه فضای به حد و کنار شبکه‌های اجتماعی مجموعه زیادی از امکانات‌های گوناگون را دست شما میکند تا شما این دلبستگی را عملی گردانیده توانید به یگان شرم و حیا. بعضا آدم میتواند خود نافهمیده در دیگر انتها قرار بگیرد. شما خیالات خود را عاید این دلبستگی بنیاد میکنید، چگونه ای که امام غزالی رحمه الله گفتند شیطان میتواند فکر زودگذرا را به فکر پنهانی تبدیل دهد. یعنی وقتی که فطرت به فکر تبدیل مییابد، همان لحظه ای که وی در هوش شما بازداشته می شود و میتواند تقسیم شود و به فریب تصوراتی و یا به خیالات مبدل گردد و میتواند آن را به شما زیب و زینت دهد و شما درک نمیکنید که چه خیلی زبانی معاشرتی شما همه چهارچوبه آداب را گم میکند و شما تنها خود را از اینها دور کردن لازم می شود. این برای منفعت خود شما است. الله سبحانه و تعالی این قاعده های محدود کننده را مقرر کرده است. نباید گذاشت که دلبستگی احساساتی شما را به مشکلی های جدی تر برده رساند. امام غزالی رحمه الله گفته است حکمت این امر الهی در آن است که اگر شما نسبت کدام شخص دلبستگی احساسی پیدا کردید، پس شما باید از یک جا قرار داشتن با این شخص دوری بجویید. حتی اگر این یک جا قرار داشتن یا خلوت یا یک جا شوی هم نباشد، شما باید خود درک بکنید و دوری بجویید از این روبرو شوی تصادفی با آن شخص. شما نباید که چنین معاشرت را رواج دهید، بلکه برعکس آن را به نابودی بیارید یا اینکه فوراً به سطح حداقل برده رسانید برای منفعت خودتان. همان لحظه ای که شما این معاشرت را ادامه دهید، شیطان خیلی ماهرانه شما را از عاقبت عملهایتان جدا میگرداند و شما را به گناه خود مست میکند. شما حتی درک نمیکنید که به چه زیان شما را برده میرساند. نه تنها در مناسبت ایمانی یا مناسبت اعتقاد، بلکه در مناسبت عائلوی، مناسبت حیاتی شما حتی قابلیت عاقلانه فکر کردن را داشته نمیتوانید، چون که شیطان عاقبت عملهایتان را برایتان ناعیان میگرداند. این یکی از دامهای پسندیده شیطان میباشد وقتی که او شما را به گناه کردن وادار میسازد و شما سفید کردن عملهای خود را آغاز میکنید. شما همسر یا شوهر خود را گناهگار میکنید که از او قناعت بخش نمیشوید. شما آن گناه را دوام دادن میگیرید و در پهلوی شیطان حیله‌گر قرار گرفته خود سفید کنی را آغاز میکنید و این در نتیجه شما را به آن برده میرساند که شما بازی کردن را با اعتقاد به الله سبحانه و تعالی توسط نظرهای گوناگون آغاز میکنید. وقتی که نوشتجات الهی را سوء استفاده میکنیم و یا ایمان را به کار میبریم با نیت آن که خود سفید کنی را پیدا کنیم،
برای آن چیزی که با هیچ وجه در نزد الله سبحانه و تعالی هیچ خود سفید کنی داشته نمیتواند. این عملهای ما است که در نزد آدمان از آن شرم می‌داریم، ولی در عمل کردنشان از الله سبحانه و تعالی نمیترسیم که همه بین یعنی بصیر است.